مبحث دوم مقررات ملی ساختمان. قبل از هر چیز باید بگم ما اینجا به صورت خلاصه توضیح میدیم کلیاتشو، ولی نکته مهم و اساسی اینه که حداقل یه دور تمام این کتاب تا آخرش خونده بشه. هم برای آزمون مهمه که چه نظارت چه اجرا بیاد، و هم از این نظر که اطلاعاتش بعدا برای پروانه و اینا، حتی بعد از که پروانه بگیری بخوای شروع به کار بکنی هم مهمه. میریم به ادامه. قبل شروع اینجا اول مبحث دوم، اینجا میتونه بنویسین فسق صفحه 146. دوم بنویسید نحوه اندازه‌گیری سطح زیربنا صفحه 158. سوم تعلیق کار صفحه 143. چهارم بیمه صفحه 37 و صفحه 78 تا 80 گروه های ساختمانی. اینجا بنویسین، چون از این که گفتم سوال زیاد میاد، اینجا بنویسین که داشته باشین همه اول مبحث دوم. اینا همه تئوری که میشید میخونید. اینجا شخص پروانه حقیقی کسی که داره پروانه ساختمانیه. مواد ملی ساختمان که یکسان و لازمه در سراسر کشور است. اینجا نوشته تنها مرجع. میایم پایین، نامه رو بخونیم. میایم پایین. اینجا بالای این سازمان نظامت استان موظف است یه مبحث 12 صفحه 9 هم بنویسید. اینجا توضیحاتی شبیه همین هست، شبیه همین پاراگراف. نام بخونید که نشر رسیدگی به اختصاص شورای انتظامی سازمان مسکن و شهرسازی و سایر مراجع قانونی. دوباره میریم اینا رو مطالعه میفرماییم. دوباره اینجا رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسائل زیستی به عهده مجری میباشد. دوباره اینجا مبحث 12 بالا نویسید، چون توضیح مشابهی در مبحث 12 است. اینجا هم زیر این بنویسید پرداخت مالیات و کسورات قانونی بر عهده مجری میباشد، که حواستون باشه. اینجا که گفته به طور کتبی، زیر این کتبی خط بکش، ببینید صفحه 36. در ادامه مجری اینا هم بخونید. مجری مکلف است پس از پایان کار نسبت به تهیه نقشه‌های و همون چیزی که شده، یعنی نقشه‌های چون ساخت، مثل امضا و تایید ناظر، یک نسخه از اون تحویل مالی، یک نسخه شهرداری و تحویل مالی. اینا رو خودتون بخونید، جاهای مهمش رو خودتون خط بکشین. در از همش مهم هست، ولی بخونید خوب. و اینجا مراحل اصلی کار میشه یا همون مراحل اجرای کار ساختمان. دوباره میایم اینجا نشه رفع اختلاف، تبصره 2 رفع اختلاف. اینجا یه خط بکش ببینید صفحه 72 اختلاف بین ناظر و مجری. اینجا توضیح بیشترش داده شده، اینجا رفع اختلاف نوشته. اینجا نوشته ارجاع منصب کار به افراد زیر سلا جلوگیری. اینجا یه خط بکش بنویس کتاب قانون صفحه 30. اینجا توضیحات بیشتری در رابطه با این داده شده. بند ت. اینا رو بخونین. فقط اینجا چیزی که مهمه، دستورالعمل موضوع مواد مقررات ظرف مدت 6 ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می شود. اینا خط بکشیم. 6 ماه. در ادامه میرسیم به پیوستا. پیش گفتار داره.
مهم نیست، حالا خوندیم بخون. فصل اولش کلیاته، یه توضیحات داره دیگه، تعاریف خودش نشه تعاریف که منظور از هر چیزی چیه، سازمان منظورش چیه، سازمان استان منظور چیه، شخص حقیقی حقوقی، پروانه، توضیحات اینطور داده شده اینجا. نه بخونید. این هم خط بکش مهمه، چنانچه هر یک از مهندسان کارزار فنی ساختمان به دو رشته اداره اصالت باشند، مجموع دفعه اشتغال تعداد کار موجود آنها در دو رشته با توسط حد اکثر دفعه اشتغال و تعداد کار موجود آنها در هر رشته و پایه که بالاتر است. اینا رو بخون. بعد از اون میرسیم به طراحی. این مهمه، حد اکثر تعداد شرکای هر دفتر طراحی 10 نفر می باشن. حالا همه رو بخونید، ولی این یه دونه حالا خیلی مهمه، بعضیش خیلی مهمه، میگم خط بکشین. این جدولا حدودا مهمه، احتمال داره از این جدولا سوال بیاد، حالا نه از اینا که خیلی ساده است، مثلا از این درصدا سوال بیاد. بندم مهمه، ظرفیت اشتغال شرکای دفتر مهندسی تا آخر درصد تا 50% به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان استان و تصدیق صنف افزایش می‌یابد. نه بند مهم. مطالعه کنه میرسیم بازم به جداول. حالا اینکه دیگه معلومه، ولی احتمال داره مثلا از این سوال بیاد از این جدول، مثلا مجموع درصد افزایش ظرفیت اشتغال چطوریه، مثلا درصدی که وجود داره. جدول هم سوال میاد از برخی از این جدول دیگه. اینا مطالعه بشه. بیمه که گفتم مهمه، بیمه کیفیت جسم مصرف مجیز ساخته می شود و توضیحاتش. توضیحات اینجا بیمه داده شده، این توضیحات تا اینجا که حتی مدت بیمه کیفیت جای ساختمان که اینجا توضیح بدن دوباره داده شده. مهمه خط بکشیم. این جدول هم اینا جدول هم نگاه بندازید دیگه، جدول هم نگاه بندازید. ولی اون جدول هم که بزرگ از اون بیشتر سوال میاد، اون جدول که مال مجموعه دو سه تا با هم زده. این هم مهمه، مجری زمانی که میتواند اجرای کار دیگر را تقبل نماید که گزارش پیشرفت فیزیکی عملیات اجرایی هر یک از واحد ساختمان در دست اجرایی او برابر 75% باشد و مراتب مورد تایید ناظر همکننده یا سازمان استان قرار گیرد. دوباره میریم، دوباره بازم در ادامه جدول دیگه هم داریم. نه همین جدول بازم دوباره گفته دست افزایش ظرفیت اشتغال هر یکش شده اجرای تحصیل ساختمان حدودش. دوباره میریم. هم دوباره یه جدول دیگه است.
حدود صلاحیت مجریان حقوقی. اینجا چنانچه قبل از پایان یافتن اجرای پروژه به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد، فسخ یا ابطال قرارداد یا سلب صلاحیت قانون مجری نظریان، این بند مهمه کلش تا آخر در مورد فسخه که خط بکشیم مهمه. دیگه بعد از این چیزی نداریم. همینجور نگاه بندازیم. اما رو بخونیم بیایم پایین. نظارت ساختمان، نظارت مهمه. گفته گزارش مربوط به ساختمان گروه الفابه و دوباره گروه جیمودا. نه مهمه. بند 14.4 5% اجرای پروژه بدون قصور ناظر حقیقی به دلیل بیش از 15% مدت مندرجه قرار تغییر بیفتد. مهمه یکم اینجا ناظر حداکثر 2 ماه مانده به پایان مدت قرارداد مراتب را صاحب کار سازمان و مجلس صدور پروانه اعلام کند. بریم اینا رو خودتون مطالعه کنید. هم برای این توضیح این هم بند مهمیه. ناظران حقوق تمایل به انجام کار نظارت در نقاط محروم، وظایف عمومی مربوط به ناظران حقوقی. اینجا انصراف شاغلان ناظر حقوقی زمین پذیرفته خواهد شد که ناظر حقوقی همزمان جایگزین او را با همان صلاحیت ظرفیت به وزارت مسکن 60 معرفی نماید و کار نظارت در دست اقدام پایان رسیده باشد. برید اینا رو مطالعه کنید. رفع اختلاف نظر بین ناظر و مجری، این هم چیز مهمیه، هم برای کار مهمه هم برای آزمون. بند الفش کامل و بند بش از موضوع حداکثر ظرف 48 ساعت مواد اختلاف بین کمیته اداره استان منعکس نماید. اینا هم مهمه، هم برای کار مهمه، یعنی کار هم برای آزمون. اختلاف بین ناظر و مجری. دوباره میریم اینا دیگه. جدولا بیشتر مطالعه شخصی، چیز خاصی نداره. خواستین خودتون مطالعه کنه. گروه های ساختمانی از اینجا
نحوه عمل به ماده 12 آیین‌نامه اجرایی و تبصره آن. کلا این مهمه، یعنی 2 صفحه است، کلا مهمه. گروه‌های الف و ب و جیم و دال توضیح داده که چطوری تقسیم میشه، تقسیم بندیاشو گفته، زیربناهاشو گفته، توضیحاتشو گفته، کلشو از هر احتمال داره از هر خطش سوال بیاد که الف چیه، ب چیه، جیم چیه، فروشگاه بزرگ بیمارستان و مرکز فرهنگی، دال چیه. یه نکته رو فقط این بالا بنویسید، بالای صفحه، بالای کاربریا، صفحه 190 و صفحه 191 مبحث 19. اونجا هم یه توضیحاتی داده شده بابت کاربری‌های الف و ب و جیم و دال، ولی نسبت به نحوه انرژی که با اینا متفاوته، بعضیاش متفاوته. مثلا اینجا شاید چیزی که اینجا جیم باشه اونجا ب باشه. حالا همین اگه سوال بابت پیچیدگی‌های ساختمون اومد میاد اینجا، ولی اگه در مورد انرژی بود میرید مبحث 19. اونجا هم زده صفحه، حتما الان اگه مبحث 19 جلو دستتون هست یه سر صفحه 190 و 191 بزنید، پیوست چهارشه. حتما اونجا هم نگاه کنید ببینید اونجا هست گروه های ساختمانی که اشتباه نکنید سر آزمون. اگه سوال اومد بدونید اینجا منظورش بوده یا مبحث 19 منظورش بوده. این جدولم که توضیحات دیگه اینا مطالعه شخصی، اینا رو بخونید، چیز خاصی اینا نداره. حالا برای اطلاعات عمومی خودتون. فصل ششم، شناسه فنی و ملکیت ساختمان. این صفحه آخرش، میایم صفحه آخرش 19 1 13. نه اینا مهمه، سازمان تایید انسان ظرف حد اکثر 15 روز مهمه. استنکاف و در مجموع با یک پرداخته میشود پس از صدور فنی به ازای هر واحد یک نسخه. یا همینا رو بخونید، اینا مهمشه دیگه. برگشت دوباره چیز خاصی نداره. البته این صفحه بندی که اینجا هست، این صفحه بندی درست نیست، اون کتاب یکم توی صفحه بندیاش متفاوته. ولی من اونی که به شما اولش گفتم مثلا صفحه فلان، اولش گفتم بنویسیم مثلا فصل 146 نه بیمه سیاه، اون طبق کتاب چاپی که دستتونه. این یکم متفاوته پی دی افش، زیاد به این توجه نکنید. اینا چیز خاصی نداره، اینا رو مطالعه کنید. این چیزایی که معلومه جلوتر. هم مطالعه کنید حتما شرایط عمومی قرارت برای اجرای ساختمان. دوباره این مهمش اینجا صاحب کار متعهد است محل جای ساختمان را بدون متصرف و معارض طی صورت جلسه کتبی تحویل مجری بدهد. تحویل آن نباید بیش از 13 تاریخ امضای قرارداد به طول بیانجامد. دوباره اینا رو
همش مطالعه است، نه مطالعه کنید. فصل 4 تعلیق. این تعلیق هم صاحبکار میتواند در مدت قرارداد برای 1 بار و حداکثر 3 ماه اجرای ساختمان را معلق کند. نه مهمه. دوباره گفته اگر مدت تعلیق بیش از 3 ماه بیش از 1 بار باید با توافق موجود صاحبکار در قالب شرایط خصوصی قرارداد امکان پذیر است. کلا بند مهمیه تعلیق. بعدی تحویل کارگاه. در صورتی که پروژه بیش از 3% کل کار دارای ایراد یا نواقص، تحویل کار به بعد از رفع نقص مذکور موکول می شود. بیایید وارد موارد فسخ. کنار نوشته موارد فسخ رو وارد میایم اینجا به قرارداد با اخبار کتبی 15 روز قبلی فسخ کند. مشتری می تواند. نه مهمه فسخ دیگه، کل توضیحات فسخه که چطور میشه فسخ کرد. تعلیق اجرای کار از ناحیه صاحبکار بیش از 3 ماه. عدم حضور ناظر به هر دلیل در کارگاه بیش از 15 روز. حوادث قهری، تسریع کار اقامتگاه و ابلاغ‌ها، اعتبار شرایط عمومی قرارداد. شرایط قرارداد هم مطالعه کنید. بعدیش دقت کنید چند تاست. یکی اینه قرارداد اجرای ساختمان. در ادامه نوشته با مساله. حواستون بعضی با مساله شه. سوال از همین اینجا میاد، از قرارداد اجرای ساختمان نوشته با مساله که میاد اینجا. دوباره یکی دیگه بدون مساله یا دستمزدی میشه اینجا. مثلا احتمال داره از همیناش سوال بیاد. و این مهمه، نحوه اندازه‌گیری سطح زیربنا. از اینم سوال اومده. در اولش گفتم بنویسید، از اینجا سوال میاد. اینو مطالعه کنید. سطوح زیربنای ساختمان، فضای ارتباطی، راه پله، خط پشت انباری، اتاق، اینا چطوری محاسبه میشه. از اینا سوال میاد. از اینجا چند بار سوال اومده از همین بند. اینا رو مطالعه کنید. بند قرارداد و تمام. در اینجا ما به صورت خلاصه کل مبحث 2 توضیح دادیم. نکات مهمش هم گفتیم، صفحه بندیاش هم گفتیم. ولی خب به مطالعه نیاز داره. حتما یه دور مطالعه بشه، یه ذهنیتی شکل بگیره که اصلا مبحث 2 دقیقاً چیه، که وقتی سوال سر جلسه اومد اصلا بدون نیاز به کلیدواژه و چیزی همون سریع بتونیم پیدا کنیم.